بریم حرف بزنیم راجع به یکی دیگه از دلایل بچه دار شدن. یکی دیگه از دلایلش گیر دادنه. اینه که زن و شوهر وقتی گیر دادن به هم خیلی زیاد میشه، اینا تصمیم میگیرن چیکار کنن؟ بچه دار بشن، به این بدبختی کم گیر دادن. حالا چه جوری؟ مثلا بچه نشسته آروم خودش داره برنامه کودکیشو میبینه، هی مامان میگه پاشو کور شدی، پاشو پایین تلویزیون، پاشو برو تو اتاقت. خب مورد داشتیم بچه رفته تو اتاقش، هم کور شده هم کر شده، مورد داشتیم مثلا نابینا شده، همونجا خسارتش کمتره پا تلویزیون بشینه. یا اینکه مثلا گیر دادن متفاوته. مامانی من همیشه گیر دادنش رو نگرانیه، مثلا میگه وای مامان عزیزم الهی میرم برای چی کف پات اینقدر زرده؟ خب مامان از دیشب گذاشتم تو مواد جوجه امروز با دوستان بریم بیرون، خب زرده دیگه. یا مثلا بابام گیر دادنش رو کلماته، مثلا میگه که بابا پیمان سر این گلدونه بگی با هم بذاریم بالا، میگم باش. سر گلدونه گرفتیم اومدم بذارم بالا، یه لحظه بذار پام، خب بذار بالا تو تمیز کنم زیرش، اومدم بذارم بالا، نه خب بذار پام. بعد گفتم چی گفتی؟ گفتم چیز نگفتم. گفت تو برات چی گفتی؟ نوچ. گفتم من نوچ نگفتم. بعد تو خونم نمیتونه ثابتم کنه، میبردم تو کوچه ثابتم کنه که اگه ثابتم نشه همونور برم دیگه. اینجا ما گرفت بردم تو کوچه، گفت برای چی گفتی نوچ؟ گفتم من نوچ نگفتم. گفت نوچ گفتی یا نگفتی؟ بعد گریه انداختم گفتم نوچ گفتم و همسایه اومده بودم گفتم چی گفتی؟ یعنی هنوز من 27 سالم شده میرم بیرون همسایه‌مون میگه نوچ گفتی یا نگفتی؟ بعد خدا نکنه که به سنی ما برسینا موقع ازدواجتون بشه، اون وقت گیر دادن دیگه 1000 برابر میشه. مثلا مامانی من صبح که از خواب بیدار میشم میگه ماما زن بگی، ماما به خدا تموم میشه، ماما میگه فصلیه که فصلش تموم بشه، یا میگه که ماما به خدا خوب آرام میبرن و توا توش میرسه بدا، و میگه ماما که صندوق گوجه. بعد جالبه هر دفعه با یه شگردی میام، مثلا مامانم اومده اون میگفت که رفتیم برای سر کتاب با کردیم بابا گفته اگه میخوایم بشه خوشبختی عالم دنیا بشه باید که یه زنی بگیره که تو اسمش پ و ر و س باشه. الان یا همون پرستو دختر همسایه‌مونه یا پرس بالاسینه دنبله، جز این دوتا که چیزی نیست. یعنی من به این باور رسیدم که مامان و بابا به این نیت خواب صبح بلند میشن که میگن که بیدار میشیم برای گیر دادن به فرزندمان، برای رضای خدا، قربت الله. ممنونم که همراهم بود.